ابراهیم جبارزاده و نورعلی شکوروف دکان و معاون دکان رشته تاریخ و حقوق دانشگاه دولتی شهر خوجند با اتهام گرفتن پوره از یک دانشجوی خارجی دستگیر شدند. در این باره اکبر شریفی سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت سوغد در نشر نوبتی برنامه ملیسی خبر میدهد شام 21 ماه سال 2023 خبر داد نظر خود دستگیر شدگان یا نزدیکانشان به این ماجرا دسترس نیست، ولی اکبر شریفی خبر داد که معاون دکان رشته تاریخ و حقوق نورعلی شکوروف در اساس مصلحت پیشکی با دکان این رشته ابراهیم جبارزاده برای به طور مثبت حل کردن جنبست نیم ساله اول از یک دانشجوی خارجی سال سیوم که در رشته تاریخ و بخش غایبانه تحصیل میکرد پوره طلب کرده است. اما این دانشجو که به خوب سپردن سنجش و امتحانهای نیم ساله و قرضدار نبودنش در جنبست نیم ساله مطمئن بود که از تماجوی رهبران رشته تاریخ به جان اومده از نوعلاجی به مقام شکایت کرده است. جالب آن است که معاون دکان رشته تاریخ نورعلی شکوروف را نیمه روز دوم ماه سال 2023 تقریبا ساعت 15 در نتیجه برگزار کردن چاره‌بینی‌های فوری و تفتیشاتی کارمندان بخش پیشگیری از جنایتکاری در بین نابالغان یکجای با کارمندان دادستانی ولایت سوغد در حجره کاریش بعد با وعده بود کردن کارش از دانشجوی خارجی گرفتن 1500 سامانی دستگیر کردند. در گزارش نشر شده نمایش داده شد که چگونه شکوروف از جیب درون کاستیومش این پول پاره 6 دانه 200 سامانی و 3 دانه 100 سامانی را بیرون آورده به مقامات می سپارد. این پولها همچون دلیل شیعی مصادره گردیده به پرونده دوخته شدند. در جریان تحقیق معلوم شده است که معاون دکان این تماجری را در اساس مصلحت پیشکی با دکان رشته تاریخ نامزد علم دسنت ابراهیم جبارزاده انجام میداد و پولهای را که از دانشجویان همچون پوره تمام میکرد بعدم با دکان تقسیم میکرده است. بازدید دکان رشته تاریخ و معاون او بر اساس ماده 319 کودکس جنایتی تاجیکستان پرونده جنایتی باز کردند. با آنها تا 5 سال زندان با محروم کردن از حقوق اشغال منصب‌های معین یا مشغول شدن به فعالیت معین به مهلت تا 3 سال تهدید می‌کنند. ولی تجربه دادگاه‌های تاجیکستان نشان می‌دهد که اکثر منصبداران با پوره به دست افتاده در نهایت با پرداخت یگان جریمه از جوابگری جدی‌تر آزاد کرده می‌شوند. باور می‌رود که چون این پرونده ها در عوض پوره حل و فصل می شوند. نظام معارف در تاجیکستان به خصوص مکتب‌های عالی از فساده‌ترین ترین نهادها به شمار می روند. خود تاجیکستان نیز در گزارش‌های بین المللی در قطار فساده‌ترین ترین کشورهای دنیا نام برده می شود.